ویدیو متصل کننده از یک سگ که طولشون به خاطر بیماری که داشته از دست داده و زمانی که صاحبش 18 ساله داشت بچه‌شون به خاک بسپاره، مادرش اجازه نمیداد و سعی میکنه که جلو صاحبشو بگیره. مرد چندین بار سعی میکنه که اون رو از خاک دور کنه و سریعا طولشون رو به خاک بسپاره. مادرش طولشون نبینه و درد اینقدر نکشه، اما اونجوری تقلا میکنه که قلب آدم به درد میاره که در نهایت بعد از اینکه مرد در ناراحتی سگش را دید، اونو دب میذاره تا کمی با طولشون تنها باشه و آروم بشه، اما اون شروع میکنه به کندن خاک و سعی میکنه که بچه‌شون زیر خاک بیرون بکشه و اشکای ناراحت کنندش نشون میده که مادر در قالب هر موجودی که باشه بازم مادره، سرشار از عشق. اگه واقعا پدر مادرت زنده هستن و همین کنارشون هستی، همین الان بگو خدای شکره که این همه نعمت بزرگ و اسمان عطا کردی و همین الان پاش رو دست پای پدر مادرت رو بوس کن و بهش بگو که چقدر دوستش داری. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید.